پرداخت پول به قاچاقچی برای سفر به استرالیا هیچ گونه مزیت و منفعتی ندارد. دولت استرالیا کلیه پناهندگانی را که با قایق به استرالیا می آیند به جزایر نارو و منس آیلند در پاپانیوگینی منتقل خواهد کرد و این شامل کلیه کسانی که چه تنها یا با فامیل و کودکان و بچه ها خواهد شد. نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که هیچ گونه مزیتی به شما داده نخواهد شد زیرا که با قایق سفر کرده اید. کسانی که با قایق سفر می کنند به استرالیا نخواهند رسید. رسیدگی به تقاضای مسافرینی که با قایق سفر می کنند جلوتر و زودتر از آنهایی که در اردوگاه‌های پناهندگان سازمان ملل منتظرند نخواهد شد. کسانی که با قایق سفر می کنند نمی توانند فامیل خود را ضمانت کرده و به استرالیا بیاورند. سفر به استرالیا با قایق هیچ سود و مزیتی ندارد.